خب شنوندگان گرامی، ادامه برنامه منبر رو از رادیوی امروز میشنویم و با این رادیو در مرکز دوشنبه هفته 4 یا 5 نفر از ازبکستان و یا افغانستان زنگ میزنند. چند پیش هم باز تماس گرفته بودن، مخصوصا ما در رابطه به مسئله زبانی صحبت میکنیم، اونو تماس میگیرن. در مسئله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونو خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزد مرزی فعالتر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگاهی پیدا کرده باشیم، از خویش تبارمون هم آگاهی پیدا کرده باشیم. همین خاطر این گونه درخواست بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان. حالا شما از جمهوری ازبکستان با ما تماس گرفتید؟ بله. نامتون؟ عبدالحمید غفورزاده. عبدالحمید بفرمایید. بفرمایید. و اوید با مکتب بچگان و نمایش دادن حرف زدن هستند که خود هنرمندان و دبستان آینده از حیات و فعالیت خود بیشتر واخوری ها تشکیل نمایند. موج رادیویی امروز تا به مناطق مرزی کشورهای همسایه میرسد که اهالی تاجیک زبان زیاد دارند. سالهای اخیر مراجعتشان به این رادیو زیاد شده است. در برنامه‌های اخیر که ما مشاهده میکنیم، زنگ‌ها به واسطه فعالن از جمهوری ازبکستان و افغانستان که